فقط من داماد و مادرشون به احتیاج التماس کردن من بیم ما جانم گفتم گوش کنید خواهرچیم خطا کند اگر حضور کمچیلیکاش باشه حضور ندانستگیشه یاد میتید تا دستتان آمدگیشه کلین دخترم گفته قبول بکنید چون که خواهرکی منم مادرشان چی عذاب و مشقت ها که دنیا باوردن به آزادی کلام نکردن خودتان فرزندتون چه خیلی عذاب که کلام کردی باشه خواهرچی منم خودیم خیلی کلام کردگی بلکه ایدیال کلی نموش رئیس بلکه هده رفته شما خواستگی تعامل پخته نمیتونستگی لیکن یک تا چیز از یادتون دخترمون به ایمان گفتگی چیز هست مهربان دلش سفید دستکش کشاد دختر انشاءالله شما به این مهربان کریم میشود گلانش مادر جانم فرزندتان که بختی شوند